حقیقت زندگی در اروپا در خارج ایه. سلام و درود دوستان عزیز، امیدوارم که جور سلامت باشین. خوش آمدین به یک ویدیوی جدید. امروز ما به سوالای شما جواب میدم انشالله. بریم به سوال اول. کسایی که در اینستاگرام برای ما نوشته کردن. سوال اول ایه که اهل کجا هستی؟ اهل کجا هستی یعنی در کجا زندگی میکنی دیگه. من در کشور نروژ زندگی میکنم. تقریبا 22 سال شده که در نروژ زندگی منیم با فامیلی. خدا را شکر. از اول شیعه بودی؟ یعنی سوال که دیگه از اول شیعه بودی؟ من فقط یک جواب کوچک دارم. این جواب کوتاه. الحمدلله. بله، من از اول شیعه بودم الحمدلله. کی مهاجرت کردی؟ مثل که گفتم ما تقریبا 22 سال است در نروژ. در سال 2004 از افغانستان آمدیم به طرف نروژ. دیگه تشکری از پدر جان عزیز یک جان تشکر که ما را از این کشور آرام، از این کشور که خیلی امنیت خوبه آوردی، از جنگ نجات دادی، از فقیری نجات دادی. دیگه یک جان تشکر. واقعا شاید ما زیاد نگیم در خانه یا زیاد نشان ندیم، ولی واقعا سپاس گذاریم. دیگه یک جان تشکر. مدیون شما هستیم آتای جان عزیز. ویدیو رو تو مونه باز ما شاید یک روز تا بشیم این ویدیو رو هم تو کنده سالن دیگه، سالن خانه دیگه. باز دیگه گفتم نباید ما باید بریم این چیزا رو نمیدین تو کنده بشیم دیگه. ولی بازم دیگه یک جان تشکر. از اولتر از پدر که پدر جان ما را آورد، باز مادر جانم که خیلی زحمت میکشه هر روز. سوال دیگه ایه که رشته آیتی بیشتر به چه مهارتایی نیاز داره؟ به نظرت رشته سختیه؟ آیتی خیلی یک شغل خیلی بزرگ است. همین هر چی که الکترونیک است، هر چی که برق میخوای آیتی دیگه. او تعلق که تو کدام بخش آیتی رو میخوای بخونی. مثلا من بخش سپورت خوندم. سپورت ای که مثلا من مردم با کامپیوتر شی با این چیزا کمک کنم. و رشته سختی نیست. او تعلق داره به کوشش آدم، یعنی آدم چقدر خودش کوشش میکنه. سوال دیگه، چرا خواهرت اینقدر باهوش و مهربان و زیبا و باحال است؟ خواهر جان عزیز، این حرفای شماست. من نمیدونم کی تو رو گفته، کی فقط دل تو خوشحال کرده، ولی این اصلا درست نیست. خواهر جان عزیز، مزاح کردم خواهر جان عزیز. خودت میدونی کی هستی دیگه. جهان سپاس. I love you. من دوست دارم. عشق بدیش. یا خودت میدونی دیگه. خواهر جان عزیز. ندیمه ولیزاده، حقیقت زندگی خارج چیه؟ خواهر جان عزیز، برادر جان عزیز، حقیقت زندگی در اروپا در خارج ایه که $5 $10 در سر درخت بار نمیکنه. اینجا موم کار میکنیم خدا رو شکر. که شما فکر کنید که نه یوسف هر صبح بال میشه مورا از درخت یک $5 $10 تا میکنه. خانه است دیگه. استغفرالله ربی و توبه علی. How you ended up in Norway and what life is like? Could you see yourself moving to Australia? یک سوال خیلی خوب. گفته که شما چجوری در نروژ رفتین و زندگی چطور در نروژ و میتونستی خدا ببینی که در استرالیا کوچ کنی. برای سوال اول تو جواب بدیم که ما چجوری در نروژ آمدیم. راستش بگیم من خبر ندارم. پدرم اول آمد، باز جهان سپاس از پدر. باز ما را در 2004 ما را خواست. یعنی پدرم در 2001 آمد و در 2004 ما را خواست و ما آمدیم دیگه. شکر خدا. نمیدونم چرا نروژ. زندگی در نروژ چطوره؟ زندگی در نروژ خیلی خوبه. آرامیت است، امنیت است دیگه. هوا خوبه. در زمستان خیلی یخ میشه ولی تابستانش هم تابستانه دیگه. خودت میتونستی ببینی در استرالیا کوچ کنی. فکر نکنم. بدون فامیلی نه. من زندگی اینجا دارم، فامیلی اینجا دارم دیگه. فامیلی برای من مهمترین چیزه و فکر نکنم. How to become closer to your religion and pray all your salahs. این دوست عزیز یک سوال خیلی خوبه.
ما باید دیگه شما یک چیزی بگیم که ما از اول به دین ایمان خوی قسم کم نبودم که امروز هستم. خدا را شکر. ای از این خاطره که ما جوان بودیم، یادم جوان هستیم شکر خدا، ولی اون وقتا جوان بودیم، مثلا چی میگه سر ما سر چیزای دیگه گرم بود، مثلا صفای مجازی و چیزا و جوان بودیم دیگه، در دین ایمان وقت کار نداشتیم. شکر خدا نماز خود میخواندیم هر وقت، ولی این حال یک 2 سال شده 3 سال شده که شکر خدا خودم کوشش کردم. اولتر از همه تشکر از فامیلی. یک نگفتن نمانه که فامیلی یک تاثیر خیلی بزرگ داره. فامیلی یک کلانترین بزرگترین تاثیر داره که یک اولاد، یک پسر، یک دختر به دین و ایمان خود محکم باشه. اما یک پسر، یک دختری که ببینه مادرش، پدرش استاده نماز میخوانه، اصلا دل خودم به عنوان یک پسر میخواد که برم نماز بخوانم. این بزرگترین دلیل بوده که من شخصا خودم به دین ایمان نزدیک شدم. و دومی ای که خودم پشتش گشتم. اینا مادر جان عزیز زنگ میزنه. کجا جانی؟ یا موفق باشی. چشم، خداحافظ. شب بخیر دیگه. خداحافظ. شب بخیر، شب بخیر. I love you. واقعا به خدا نه. اوف مادر جان، مادر جان، مادر جان، مادر جان، پدر جان، مادر جان، پدر جان. چی بگیم دیگه؟ خب تا کجا بودیم؟ دین ایمان. شخصا خودم دوستای عزیز یعنی پشتش گشتم. یعنی 2 سال 3 سال شده که خودم پشت دین ایمان گشتم. سوالای دارم که میخوایم سوالش جوابش پیدا کنم. از چند نفر پرسان کردم، از رفتم در مسجد، از پدر پرسان کردم، از مادر پرسان کردم، از برادر پرسان کردم، از رفیقا پرسان کردم که یک جوابای سوالای خود پیدا کنم و شکر خدا پیدا کردم و در حال پیدا کردنم هستم. و واقعا من میگم که هر جوانی، هر کسی که به دین ایمان خود نزدیک شده واقعا زندگیت بهتر میشه. واقعا یک آرامش دیگر رقمی میگیره که فکر نکن در زندگی داشته باشی. و من میدانم که در این دور و زمانه برای جوانای ما مشکله که به دین ایمان خود نزدیک باشه، خصوصا کسایی که بیرون از کشور زندگی میکنن، بیرون از وطن. چرا سخته؟ سخته چون که 90% مردمی که گرد و بر ما و تو هسته اینجا، اینا مسلمان نیستن، اینا مسیحی هستن. تو بر مکتب مسیحیه، شراب میخوره، هر روز میره پارتی، ایتر اوتر. در کار میری کسایی هسته که اصلا نمیفهمن دین، نمیفهمن ایمان چیه. شنبه یک شنبه دیگه خودشون میدونن دیگه. ایمی کل ایمی چیزا تاثیر داره نه سر یک جوان که دزی ملک که بگانه بیایه. از اون نگاه من میفهمم که سخت هسته، ولی بازم کسایی که مادر پدر هسته، این کار شما، این مسئولیت شما که سر کودکای خود، سر پسر دختر کوشش کنین. نه که زور بگین که شما باید، ولی دین ایمان از یک طریق نشان میدین که واقعا یک نفر عاشق دین ایمان شنه. این کار بهترین کاره، آسانترین کاره و من فکر میکنم که انشالله خیر، انشالله بخیر به دین ایمان خود جوانای ما نزدیک میشه. دیگه نمیخوایم زیاد بکشیم این ویدیو رو از درباره دین ایمان کنم، ولی بله دیگه. How is life in Australia for Shia Muslims? I mean, is there any difficulties? First of all, I don't live in Australia, okay? I was visiting for about a month with my mother, my dear mother. I was visiting some family members, but I don't live there. But it's a beautiful country, but I could never see myself moving or living there, no. First of all, because of the work, like the work ethic people have, they're working 24/7, they don't even see their families. I swear to God, they're working Saturdays, Sundays as well. Like 24/7, you're going when it's dark and you're coming home when it's dark. So that's the main reason. Secondly, I would never move without my family. If my family moves, I will be moving. But if not, I will be staying here. I have a good life. Alhamdulillah.
And is there any difficulties for Shia Muslims? I don't think so. There's a lot of Shia Muslims. There's a lot of Afghans. There's a lot of Hazaras. There's a lot of Shia Muslims. I don't think there's any difficulties on it, honestly. That's as far as I know, but I don't live there, so I can't answer for them, to be honest. But yeah, that's as far as I've seen and I know. مریم پرسان که که معرفی میکنی خودت. یوسف عسکری 23 ساله. تکی شهر نوره زندگی میکنم. 22 سال شده. رشته آیتی رو خواندم. دیگه داوری میکنم فوتبال. دیگه بارسلونا ویسکا بارسا. نیلوفر پرسان که تاریخ تولدت 18 می 2001. علی پرسان که از اتقال هستی برار. اگه اتقالی پس قوما میشیم. مستو بازم قوما هستیم. چی بخوایم چی نخوایم مستو قوما هستیم. ولی ما از اتقال نیم. ما از انگوریم. از انگوری جاغوری زیبا. از چیرکنگردو. از بارگاه. از قل دولت. اوکی؟ مجردی یا متأهل؟ سوال خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. This is a very good question. نه مزاح کنم دوست عزیز. ما با اجازه شما مجردم. مجرد 23 سال شده مجردم. ولی از خدا یک دانه. سحر ناصری, when are you coming to Melbourne next? I don't know. Honestly, the first thing on my bucket list right now is کربلا. انشالله میخوایم کربلا برم. پیش از اینکه دوباره استرالیا برم میخوایم کربلا برم. انشالله بخیر. What made you start posting videos online? I'm gonna answer this in English, okay? I started posting about in 2017, 2018 maybe, or yeah, 2018 on Vine, something called Vine. And I grew there and I was like, this is actually fun, you know? But then after Vine, Musical.ly came. Musical.ly was too cringe for me. I was like, this is not for me. I didn't do Musical.ly, and then TikTok came. I posted some videos, it went well. And then I started posting more and more, and it was like I was having fun with it. As long as I'm having fun with it, I'm gonna keep going. The same with YouTube. I love posting on YouTube, but it's a very hard thing to do. So that's why this video is gonna be posted like, I don't know, maybe a year after the last video. But yeah. So yeah, it's just started randomly, honestly. I feel like I've been a content creator from the beginning of life. Like I'm a humoristic guy. I like to joke around, and at the same time I like to be serious. But yeah, I started posting Norwegian videos first because I live in Norway. But then I realized maybe there's a big market for Afghans as well. So I started posting Afghan video, Afghan sketches, relatable stuff that me and you could watch and like, ah, that's me, that's my mom, that's my dad, you know? So that just made me keep going, and that's what made me start. Honestly, I think so. Like just randomly. There wasn't anything specific that made me start posting. 90% فالوورهایت دختر هستن. یک بار برای همیشه بگو نامزاد داری، هم خود راحت کو هم بقیه را، چون تو دست راستت حلقه است. حلقه در کجایه؟ وایسا. اینه میره اگه تو حلقه بگی دیگه من نمیدونم. امی حلقه؟ امی حلقه دوست عزیز؟ اگه یه حلقه دیگه چی بگیم دیگه؟ نه، من مجرد هستم، اوکی؟ من مجرد هستم. کسایی که مرا دوست داره که میخواه با ما ازدواج کنه، خاک تو سرتون. شما بد کردین، شما سر خود سنگ زدین، اوکی؟ زندگی ما به شما مربوط نداره. Mind your own business. مزاح کردم دوست عزیز. I love you all honestly. من عاشق شما هستم. اگه شما نباشین من نیستم. دیگه جهان سپاس که مرا فالو میکنین، جهان سپاس که مرا لایک، کامنت، زنگوله را میزنین. دیگه جهان سپاس. این بود از این ویدیو. بازم تشکر. یک جان که تا این مرحله تا این حالا رو با ما بودین. من اینجا آرت خراب میکنم. در آخر ویدیو نمیدونم چی بگیم. اوکی؟ ولی بازم تشکر یک جهان. امیدوارم که جور سلامت باشین. روز خوش، شب خوش. نگفتن امانه. ما در هتل هستم در برلین. نه، من میالی در هتل هستم در هامبورگ.
این اتاق، این عکسی که میبینین استغفر الله ربی اتوب الیه، ما نمیتونم این پاک کنم نه کار کنم دیگه. خدا مرا ببخشه، شما ببخشید دیگه. دستشون درد نکنه. تا دفعه بعدی، خدا یار و مددگارتان.